3 حرکت میخوام بهت بگم که درد پریودتو کم میکنه. پاهاتو به هم بچسبون، بالشا رو بین پاهات قرار بده و تو این حالت 3 تا 5 دقیقه بمون. حرکت بعدی پاهاتو تا جایی که امکان داره باز کن و دوباره بالشا رو وسط پات بذار و تو این حالت نگه دار. و حرکت کبوتر تو این حالت 3 تا 5 دقیقه. اگه زانو درد داری این 2 حرکت رو انجام بده. این حرکت 3 تا 20 تا، پنجه رو به صورت قفل میشه، 30 ثانیه نگه میداری. همین حرکت رو برای پای مخالفت هم انجام بده. به دیوار تکیه بده، سرتو بچسبون، شونهاتو بچسبون. اگر دستت از این قسمت رد شد تو گودی کمر داری. تنها چیزی که لازم داری یه بالش زانو روی اون قرار بده و به این حالت خودتو به سمت عقب و جلو بکش. توی حرکت بعدی بازنتو روی بالش قرار بده، شکمتو وکیوم کن و به صورت تناوبی زانوهاتو بکش. بذار خوشبخت کنم. من به عنوان یک مربی تمرینات اسلامی این 3 کارو انجام نمیدم. اولیش حد طولانی پامو رو پام نمیندازم. اگر پام بندازم پامو عوض میکنم. با کیف مدارکم کسی کیف پشتیبه نمیشینم چون باعث میشه لگن بچرخه و به دیسکتون فشار بیاد. با گوشی اینجوری کار نمیکنم، اینجوری کار میکنم. درد سیاتیک داری و خیلی اذیتت میکنه، حتما بیا این حرکاتی رو که بهت میگم و انجامش بده. بهت قول میدم که تسکین پیدا کنی. قد کردی ریتم و بازم حال مرا بد کردی، تو با من لج کردی. خودمون بهت بگم که درصد چاقی شکمی تو محاسبه کنی. دور کمرت اندازه بگیر، بعدش دور باسنت اندازه بگیر. عدد دور کمر رو تقسیم بر عدد دور باسن کن. عددی که به دست میاد واسه خانم‌ها اگه زیر 80% باشه نرماله و واسه آقایون هم زیر 90%. حالا تو کامنت‌ها بهم بگو تو کدومی. برای درمان درد پایین کمرت یا دنبالیچه این حرکت رو انجام بده. پای راستت رو روی پای چپ بنداز، بالا بیار و 30 ثانیه نگه دار و همین حرکت رو برای پای مخالفت هم انجام بده. برای درمان درد پایین کمرت یا دنبالیچه این حرکت رو انجام بده. پای راستت رو روی پای چپ بنداز، بالا بیار و 30 ثانیه نگه دار و همین حرکت رو برای پای مخالفت هم انجام بده. خانم جلیلی میشه یه تمرین به من بدید که از درد سیاتیک راحت بشم؟ شبا خواب ندارم. بیا بهت بگم. به پشت دراز میکشی، پاتو میکشی توی شکمت، پنجه پا رو به صورت. 30 بار این حرکت رو تکرار کن و همین حرکت رو برای پای چپت هم انجام بده. یه چادر بردار. چیه؟ فکر کردی میخوام نماز بخونم؟ نه عزیزم، بیا بهت بگم میخوام چیکار کنم. چادر یا پارچه بلندت رو بردار، بنداز از پشت، به حالت زبدری از پارچه زیری رد کن. بعد کامل بکش جوری که سرشونهات کامل به سمت عقب کشیده بشه. حالا سعی کن یه گره خیلی محکم پایین پارچت بزنی، حواست باشه خیلی محکم باشه. بعد بنداز روی پاهات و پاهاتو به سمت جلو بکش، سرشونهات کامل به عقب و 30 ثانیه نگه دار و این حرکت رو 3 بار در روز انجام بده. حرکت عالی و کاربردی برای درمان دیسک کمرت. بزن. ویدیو قبلی اومدیم تمرینات اصلاحی برای پای پرانتزی رو براتون گذاشتیم. خیلیاتون پرسیدین که برای زانوی زبدری باید چیکار کنیم. بریم که حرکت تمرینی اصلاحیش رو براتون انجام بدم. کف پاهاتو به هم میچسبونی و سعی می‌کنی زانوهاتو به زمین نزدیک کنی. همین حرکت ساده کلی به اصلاح زانوی زبدری شما. اگه زانو درد داری این 2 حرکت رو انجام بده. این حرکت 3 تا 20 تا، پنجه رو به صورت قفل میشه، 30 ثانیه نگه می‌داری. همین حرکت رو برای پای مخالفت هم انجام بده. یه حرکت عالی برای شکوندن قلنج. به دیوار تکیه بده، سرتو بچسبون، شونهاتو بچسبون. اگر دستت از این قسمت رد شد تو گودی کمر داری. تنها چیزی که لازم داری یه بالش زانو روی اون قرار بده و به این حالت خودتو به سمت عقب و جلو بکش. توی حرکت بعدی بازنتو روی
بالش قرار بده، شکمتو وکیوم کن و به صورت تناوبی زانواتو بکش. زیبایی حرکت چی گفتی؟ کمرتو برطرف کنی هم درد سیاتیکا نمیشه نمیشه توی دنیا عشقم مثل تو زیبا نمیشه